سلام بچه‌ها، خوش اومدین به یه ویدیو دیگه. امروز اومدیم تا یکی از دانشگاه‌های مهم قبرس شمالی یعنی دانشگاه آیدین قبرس رو از نزدیک ببینیم. قراره با هم کل دانشگاه رو بگردیم، از فضای بیرونی گرفته تا کلاس‌ها، آزمایشگاه‌ها، امکانات، کافه، کتابخونه و هر چیزی که قبل از انتخاب این دانشگاه لازمه که بدونید. پس تا آخر ویدیو همراه هم باشید. اول از همه اینم فضای بیرونی دانشگاه. همونطور که میبینید محیط دانشگاه جمع و جور، تمیز و مدرنه و برای رفت آمد دانشجوها فضای مناسبی داره. این هم کلاس‌های تئوری دانشگاه. کلاس‌ها مجهز به سیستم‌های آموزشی مدرن هستن و محیطی آروم برای یادگیری دارن. اینجا کتابخونه دانشگاهه. اگه اهل درس خوندن توی فضای آروم باشین، اینجا یکی از بهترین قسمت‌های دانشگاهه. یکی از مهمترین بخش‌های هر دانشگاه آزمایشگاهاشه. اینجا دانشجوها میتونن علاوه بر مباحث تئوری، مهارت‌های عملی خودشون رو هم تقویت کنن. اینجا بخش مربوط به رشته پرستاری و فیزیوتراپیه. دانشجوها قبل از ورود به محیط بیمارستان، آموزش‌های عملی خودشون رو داخل این لابراتوارها انجام میدن. یکی از نکات مثبت این دانشگاه فضای آروم و دوستانشه. هم برای درس خوندن مناسبه و هم برای گذروندن وقت بین کلاس‌ها. حالا شاید براتون سوال باشه که چرا آیدین؟ اگه دنبال دانشگاهی با شهریه مناسب، بورسیه‌های خوب، محیط بین‌المللی و امکانات آموزشی قابل قبول در قبرس شمالی هستید، این دانشگاه میتونه یکی از گزینه‌های جدی شما باشه. برای رشته‌های مهندسی مثل برق هم کارگاه‌ها و کلاس‌های عملی در نظر گرفته شده تا دانشجوها تجربه عملی بیشتری کسب کنند. اینجا هم کلاس‌های مربوط به رشته حقوق قرار داره. این قسمت مربوط به کلاس‌ها و آزمایشگاه‌های رشته‌های کامپیوتر و فناوری اطلاعاته. اگر قصد تحصیل در رشته دندانپزشکی رو دارید، این هم بخشی از محیط آموزشی این رشته هستش. دانشجوها قبل از ورود به کلینیک، مهارت‌های اولیه خودشون رو روی تجهیزات آموزشی تمرین می‌کنن. بعد از کلاس‌ها، خیلی از دانشجوها وقتشون رو اینجا می‌گذرونن. کافه دانشگاه یکی از محل‌های اصلی برای استراحت، مطالعه یا گذروندن وقت با دوست‌هاست. اگه دوست دارید دانشگاه‌های دیگه قبرس شمالی رو هم نزدیک ببینید، حتما این ویدیو رو لایک کنید و کانال رو سابسکرایب کنید. اگر هم درباره رشته‌ها شهریه، بورسیه یا شرایط پذیرش سوال دارید، توی کامنت ها بنویسید یا با ما در ارتباط باشید.